برادر عزیز و خواهر گرامی، تو کسی که همین اکنون این کلیپ را میبینی، میدانم به خاطر گناهانی که انجام دادی خیلی غمگینی، به خاطر گناهایی که انجام دادی خیلی تشویش میکنی. اما اگر این راهکاری که برای تو میگویم اگر انجام دادی، 100 تا گناه کبیره هم که انجام داده باشی، تمام عمر خود را اگر گناه صغیره انجام داده باشی، این راهکاری که برای تو میگویم انجام بده، به اذن و اراده الله متعال تمام گناهانت بخشیده میشه. همین اکنون اگر دل تو به درد آمد، در قلب تو سوز و گداز و خشوع و خضوع پدید آمد، دستان خود را بالا کن و 3 مرتبه از صدق دل بگو استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. خدایا مرا ببخش، خدایا مرا به خاطر گناهایی که انجام دادم ببخش، خدایا مرا به خاطر گناهایی که انجام دادم ببخش. و بعد درود شریف بخوان. الله متعال تمام گناهانت را پاک میکنه و میبخشه. این کلیپ را برای دوستانت بفرست تا اونا هم مستفید بشم. اگر گناه اونها بخشیده بشه، ثوابش برای تو میرسه.